هی امروز هم داری میری گلف بازی کنی؟ آره. این دومین باره که تو این هفته داری میری گلف. اما خودت گفتی اشکالی نداره. آره هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. آیا شما هم از رفتار خانم‌ها گیج میشید؟ آیا دوست داشتید که یه مترجم منظورهای اونا رو براتون ترجمه میکرد؟ پس دیگه نگران نباشید. ما به شما منزلیتر یا مترجم مخصوص آقایون رو معرفی میکنیم. دستگاه فوق‌العاده‌ای که حرفای خانماتون رو به زبان ساده مردونه ترجمه میکنه و بالاخره قدرت دانستن منظور خانم‌ها رو. باشه حتما، بذار به همسرم بگم. عزیزم بچه‌ها دارن میرن بازی رو ببینن، منم باهاشون برم. آره اگه دوست داری حتما باهاشون برو. نرو بمون خونه. میدونی عزیزم ترجیح میدم بمونم خونه و با هم فیلم برباد رفته رو تماشا کنیم. چقدر تو خوبی عزیزم. حالا درست شد. دستگاه منزلیتر از فناوری رمزگشایی احساسات بهره منده و در سخت‌ترین شرایط به شما کمک میکنه. ببینم همه چی مرتبه، انگار ناراحتی. برای چی باید ناراحت باشم؟ سالگرد ازدواجمون رو فراموش کردی. نه این امکان نداره. سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم. تو یادت بود؟ معلومه که یادم بود. یه تشکر مخصوص از حافظه قابل پردازش افکار خانم‌ها در منزلیتر که با اون هر مردی قادر جملاتی مثل اینو رمزگشایی کنه. این لباسیه که میخوای بپوشی؟ همین الان لباساتو عوض کن. میخوای با هم بریم یه قهوه بخوریم؟ من الان قهوه میخوام. به نظرتون دختر خوشگله؟ فکر میکنی اون دختره از من خوشگل‌تره؟ وای تو دوست خیلی